سلام، خوبین؟ من هانیم. این اولین ویدیویی که دارم میسازم. من دوست دارم که یه دوستی باشم برای شما و دوست دارم که شما هم برای من یه دوستی باشین و بتونیم با هم اینجا معاشرت کنیم. همونجوری هم که میدونین تو دنیای الان معاشرت کردن الان این شکلیه. منم دوست دارم با شما معاشرت کنم و شما هم با من صحبت بکنین. موضوع ویدیوهایی که میخوام بسازم فروش و بازاریابیه. اما فروش و بازاریابی میخوام از جنبه‌های مختلف بهش نگاه بکنم. میخوام در مورد مشکلاتش صحبت کنم، در مورد چالشاش. کلا این موضوع رو میخوام توی ایران و شاید توی جهان بررسی بکنم. چون که من خب سالها توی این زمینه درس خوندم و سالها هم توی این زمینه تجربه دارم. یعنی کار کردم. بیشتر توی ایران کار کردم. و دوست دارم که تجربیاتم در اختیار شما قرار بدم. اول موضوع که انتخاب کردم موضوع خوب گوش کردنه یا اکتیو لیسنینگ. چرا موضوع انتخاب کردم؟ چون خودم یه جایی فهمیدم که اکتیو لیسنینگ یعنی خوب گوش دادن توی زندگی من خیلی اثر گذاشته. یه جایی یاد گرفتم که باید خوب گوش بدم. اینو توی زندگی و توی کارم تجربه کردم و به این نتایج خوبی رسیدم. حالا دوست دارم اینو در اختیار شما قرار بذارم و شما هم امتحانش بکنید. خوب گوش دادن به این معنیه که شما به صورت آگاهانه به احساسات، نیازها و معنی کلماتی که طرف مقابلتون داره بهتون میگه توجه بکنید. یعنی گوش دادن به این معنیه که فقط شما بشنوید که طرف مقابلتون چی داره میگه. به این معنیه که حالا این سه تکنیکا هم داره که من باز در ادامه بهتون یاد میدم که چی کار باید بکنید که کلا شنونده خوبی بشه. اما توی این مرحله میخوام بهتون بگم که اصلا تعریفش چیه. تعریفش اینه که شما به صورت آگاهانه به احساسات و معانی طرف مقابلتون توجه بکنید. اما این کار چه فایده‌ای داره؟ کارل راجرز که پدر علم روانشناسی انسانگرا هست میگه که خوب گوش دادن باعث احساس اعتماد و همدلی میشه. یعنی وقتی شما به حرف طرف مقابلتون خوب گوش میدین، طرف مقابلتون بهتون اعتماد بیشتری میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون باعث ترشح هورمون اکسیتوسین تو مغز طرف مقابل میشه. و اکسیتوسین هم که همتون میدونین بهش میگن هورمون پیوند اجتماعی. اگر شنیده باشین میگن وقتی دو نفر همدیگه رو خیلی دوست دارن وقتی همدیگه رو بغل میکنن همین هورمون تو مغزشون ترشح میشه و باعث میشه که پیوند عمیق‌تری بین اون دو نفر شکل بگیره. حالا شما فکر کنین با یه تکنیکی میتونین یه کاری بکنین که طرف مقابلتون توی مغزش اکسیتوسین، حالا نمیتونه همه رو بغل کنه که، ولی یه کاری میکنین که توی مغز طرف مقابل اکسیتوسین ترشح میشه و اون طرف به شما اعتماد میکنه. خب دیگه خودتون میدونید چه اتفاقی میفته دیگه. میتونه توی زندگی شخصی و توی زندگی کاری و توی به خصوص موضوع فروش و بازاریابی یه موفقیتی رو براتون داشته باشه. توی سال 2023 هم توی دانشگاه هاروارد یه تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن کسایی که این هنر رو دارن و این مهارت رو دارن 3.5 برابر افراد دیگه روابط بلند مدت تر دارن. اولا که بهتون بگم 3.5 عدد زیادیه، شاید به نظرتون نیاد، ولی اگه بخوام بهتون یه عدد درست بگم، مثلا اگر من با 2 نفر رابطه بلند مدت دارم، شمایی که شنونده خوبی هستی با 7 نفر این رابطه رو داری. حالا فکر کنید که چه تأثیری میتونه تو زندگیتون بذاره و چقدر میتونه توی زندگی شخصی و کاریتون براتون موفقیت بیاره. حالا اینکه یه عده‌ای شنونده خوبی هستن ذاتاً یه بحثه، اما اینکه ما بیایم یاد بگیریم که شنونده خوبی بشیم و در واقع یاد بگیریم که شنونده خوب بودن چقدر میتونه تو زندگی شخصی و زندگی کارمون تاثیر بذاره و ما رو موفق کنه و ثروتمند بکنه یه بحث دیگه است. برای تبدیل شدن به یه شنونده خوب چند تا تکنیک وجود داره، چند تا راه وجود داره. حالا تکنیک اونقدر کارش سختی نیست، من بهش میگم چند تا راه وجود داره. راه اول اینه که حضور آگاهانه در لحظه شنیدن، بهش میگن مایندفولنس. چجوری اتفاق میفته؟ فقط کافیه که شما تلویزیون رو بیخیال شین، موبایل رو بیخیال شین، فکرای دیگر رو بیخیال شین، فقط چند لحظه، فقط چند ثانیه نیاز هستش که دیگه به چیزی فکر نکنین، به همسرتون فکر نکنین تو اون لحظه، به همکارتون، به مادر شوهرتون، به دوستتون و به خیلی چیزای دیگه فکر نکنین و سعی کنین که فقط صدای طرف مقابل رو بشنوین. همین، چون همین کارم خیلی‌ها نمیتونن بکنن و نمیکنن. شاید اصلا بلد نیستن و نمیدونن چقدر برای اون گوینده اهمیت داره. حالا روانشناسا میگن اگه بخواید این کارو بکنید براتون سخته، چند تا نفس عمیق بکشین و سعی کنین که فقط صدای طرف مقابل رو بشنوید. راه دومش چیه؟ راه دومی که عکس العمل یا ریفلکشن احساسات نشون دادن. چجوریه؟ اینه که شما فقط کافیه که یک مقدار یا یه جمله یا یه احساس گوینده رو تکرار کنید. چجوری؟ مثالش چیه؟ مثلا یه نفر میاد به شما میگه که من هر وقت خرید میکنم
احساس پشیمونی میکنم. من خودم اینجوریم، هر وقت خرید میکنم، هر وقت پول خرج میکنم، بعدش پشیمون میشم. فقط کافیه شما بیاین به من بگین که یعنی هانیه هر موقع که هر چی میخرید احساس، یعنی اصلا هر چی که لازم داری میخری احساس پشیمونی میکنی، یا اگه یه چیزی رو لازم نداری میخری احساس پشیمونی میکنی. همین. شما فقط جمله منو تکرار کردین ولی چه حسی به من دادین؟ اینکه چقدر من برای شما مهمم، که که دارین از من سوال میکنین که چرا احساس پشیمونی میکنی، کیا احساس پشیمونی میکنی. همین. در واقع شما جمله منو فقط تکرار کردین. راهش هم اینه که شما میتونین یا کل جمله طرف مقابل رو تکرار بکنید، اما برای اینکه تابلو نشه یکی دو تا از کلماتش رو یا تون تغییر بدین و همون دوباره تکرار کنید. روش سوم، راه سوم اینه که بیایم از طرف مقابل سوالای باز بپرسیم. سوال باز با 3 تا کلمه شروع میشه: چی، چرا و چجوری، به چطور. مثالش چیه؟ مثلا شما یه فروشنده و یک مشتری میاد میگه که من شنیدم شما محصولتون خوب نیست، من دوستم از من شما مثلا یه کفش خریده دوست نداشته. به جای اینکه بیان یه سوال بپرسیم که فقط جوابش آره و نه باشه، بله و خیر باشه، مثلا به جای اینکه ازش بپرسیم که محصول ما رو دوست نداشته یا دوست نداشتین، ازش بپرسیم که چیه محصول ما رو دوست نداشتین، در واقع با چی شروع شده، یا میتونه چرا محصول ما رو دوست نداشتین. این میشه سوال باز و اونجاست که مشتری سفره دلش براتون باز میکنه، چون که احساس میکنه داره شنیده میشه و احساس میکنه که باید ابراز وجود بکنه و آدما دوست دارن ابراز وجود کنن و سعی کنیم که به آدما این فرصت رو بدیم که ابراز وجود بکنن. مورد بعدی که همه میدونن ارتباط چشمی و زبان بدنه. تحقیقات توی روانشناسی میگه که تقریباً 55% از ارتباطات زبان بدنه. به نظر من 55% واقعا عدد زیادیه. پس نشون میده که خیلی موضوع مهمیه. تا شده که با مثلا دوستتون، ببخشید من صدام گرفته سرما خوردم، مثلا با دوستتون یا با شریک عاطفیتون، همسرتون دارین صحبت میکنین و ایشون سرش تو گوشیه و سرشو بالا نیاره به شما نگاه بکنه و بگه آره نه اوکی. نمیدونم به شما چه حسی میده ولی به من این حسو میده که یا من براش مهم نیستم یا حرفام براش مهم نیست. حالا این زبان بدنم میتونه مثلا فقط همون یا ارتباط چشمی باشه یا یه سر تکون دادن ساده باشه یا اصلا یه کمی به جلو خم شدن باشه. یه موضوعی که من خودم همیشه توی صحبتام بخصوص تو محیط کار دقت میکنم و برام مهمه اینه که وقتی با کسی صحبت میکنم چجوری نشسته یا وایساده. مثلا اگه دارین با یکی صحبت میکنین اینجوری نشسته باشه چه حسی دارین؟ الان من که دارم با شما صحبت میکنم اینجوری بشینم، من احساس میکنم که اصلا حرفا من، یعنی همه چی تو این دنیا برای اون طرف مهمه جز حرفای من و حتی این حسو میکنم که شایدم اون یکم احساس خود برتربینی داره نسبت به من. اما اگر با یکی صحبت کنیم و طرف اینجوری بشینه چی؟ احساس میکنید که تمام توجهش به شماست و چقدر شما براش مهمی. پس زبان بدن خیلی مهمه. مورد بعدی اینه که سکوت بیشتری بکنیم. سکوت بیشتر به معنی نیست که ساکت باشیم، به معنی اینه که حرف طرف مقابل رو قطع نکنیم. دیدین مثلا وقتی با یکی حرف میزنین طرف میاد میگه باشه آره میدونم. مثلا یه مثال بهتون بگم، من اگه بیام به همسرم بگم که من امروز از دست، مثلا فکر کنم میگم سلام خوبی، من امروز از دست رئیسم خیلی ناراحت شدم، به خاطر اینکه همینجا بپره تو حرفم بگه آره بابا تو که همیشه ناراحت میشی هانیه، تو خیلی حساسی، بهتره که انقدر حساس نباشی. داره دلداری میده ها ولی به حرف من گوش نده، حرفمو قطع کرده. یا اینکه بیاد اینجوری رفتار کنه، مثلا بگم من امروز تو محیط کارم ناراحت شدم از دست رئیسم به خاطر اینکه من بهش گفتم نه اونم به من گفت نه بعد اینجوری شده نه. خب مثلا شاید 1 دقیقه صحبت کردم، 1 دقیقه وقتی یکی رو گرفتم و اون به من بگه که آها اینجوری شد تو محیط کار، خب حق داری ناراحت بشی، منم باشم ناراحت میشم. حالا بهتره که اینجوری ببینید این به حرف من فقط 1 دقیقه گوش داده اما انگار که اولا دنیا رو به من داده، چون این حس رو به من داده که هم من براش مهمم، هم احساساتم براش مهمه، هم روحم براش مهمه و همون مسئله یک رابطه عمیقی بین ما شکل میگیره که به نظر من بهش میگن موفقیت توی روابط شخصی و در نهایت قطعا منجر میشه به موفقیت در کار و بیزنس. اگه بخوام موضوع رو به فروش و بازاریابی مربوط کنم
و ربطش بدم و در واقع میخواستم به این نقطه برسم، باید بگم که اصلا من این موضوع رو انتخاب کردم به خاطر اینکه با تمام وجودم احساس کردم که این موضوع مهمیه و بهش توجه نمیشه و شما باید این موضوع رو یاد بگیرین تا هم توی زندگیتون موفق بشین، هم توی کارتون، هم توی کار فروش و بازاریابی. خوب گوش دادن، خب گفتم باعث میشه که حس اعتماد به طرف مقابلتون بدین و بخوام فقط توی این موضوع کاری باهاتون صحبت کنم، باعث وفادار شدن مشتری شما میشه. و همونطور که میدونین وفاداری مشتری که از موضوعات مهم بازاریابیه که خیلی از برندها سعی دارن که به اونجا برسونن مشتری رو. تو انتهای ویدیو میخوام برند زاپوس بررسی کنم که مثال یه برندیه که با خوب گوش دادن تونسته توی دنیای واقعی تجارت به یک موفقیت جهانی برسه. زاپوس در سال 1999 یعنی 26 سال پیش توسط نیک سوینبرن تأسیس شد با کانسپت فروش آنلاین کفش. خب تو سال 1999 یک تصمیم جسورانه بود، چون اون موقع خرید لباس، حالا کلا خرید آنلاین خیلی باب نبود، به خصوص تو زمینه پوشاک. بنابراین خب این تصمیم و این سرمایه گذاری میتونه سرمایه گذاری پر ریسکی باشه. اول اسم سایت shoesite.com بود، بعدا با الهام از کلمه زاپاتوس که به اسپانیایی یعنی کفش به زاپوس تغییر کرد. دفتر مرکزی این برند در لاس وگاسه و لوگوی این برند یک علامت تعجب داره که از کفی کفش الهام گرفته شده و یه مستطیل هم زیرش داره که توش نوشته .com برای اینکه روی آنلاین بودن این فروشگاه تاکید کنه. وقتی که این برند تأسیس شد، از همون اولش هدفش رو شاد کردن مشتری‌ها و دادن بهترین خدمات به اونا تعریف کرد. برای همینم بعد از مدت کوتاهی از راه اندازیش فرآیند تأمین و نگهداری و ارسال موجودیش رو تو کنترل خودش گرفت و از مدل دراپ شیپینگ فاصله گرفت. اینجا یه پرانتز باز کنم، میخوام مدل دراپ شیپینگ رو توی دنیای کسب و کار الکترونیک توضیح بدم. دراپ شیپینگ یک مدل کسب و کار در تجارت الکترونیکه که تو اون فروشگاه کالاها رو موجود نمیکنه. پس وقتی مشتری سفارش میده چیکار میکنه؟ میاد فروشنده سفارش رو از مشتری میگیره، بعد سفارش رو به تامین کننده یا تولید کننده ارسال میکنه و تامین و ارسال محصول مستقیم توسط خود تولید کننده انجام میشه و به دست مشتری میرسه. این مدل یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. مزایاش اینه که خب سرمایه اولیه کمی میخواد، نیازی به انبارداری نداره، یعنی هزینه نگهداری به صفر ممکنه برسه و تنوع محصولی که میشه ارائه داد زیاده. اما معایبش چیه؟ کنترل ضعیف کیفیت محصول، چون محصول رو اصولا نمیبینیم، اون تجارت نمیبینه و اینکه زمان تحویل طولانی تر میشه، حاشیه سود پایین تره و وابستگی به تامین کننده زیاده و همچنین در نهایت تجربه مشتری ضعیف تره. اینجا پرانتز رو ببندم. اما تو سالهای اول زاپوس از این مدل استفاده کرد، ولی مشکل اصلی چی بود؟ اینکه مشتری‌ها محصولات بی‌کیفیت دریافت می‌کردن و کنترل روی زمان ارسال و موجودی کم بود و در نتیجه اون شادی و اون شعاری که زاپوس داده بود رو نمیتونست انجام بده. به همین دلیل تونی شی که اسمش چینیه تصمیم گرفت از این استراتژی فاصله بگیره، یعنی دیگه دراپ شیپینگ نداشته باشه و در نتیجه این تصمیم رضایت مشتری و وفاداری مشتریش خیلی زیاد شد. درآمد این شرکت از سال 1999 تا 2007 از 1.6 میلیون دلار به صدها میلیون دلار و در سال 2008 به 1 میلیارد دلار رسید. بعدها در سال 2009 آمازون این شرکت و این برند رو خریداری کرد، اما همچنان یک زیرمجموعه مستقل باقی موند. من این برند رو به عنوان مثال مطرح کردم به خاطر اینکه این برند توی دنیا به عنوان یک برند موفق شناخته میشه، به خاطر اینکه رشد خودش مدیون تمرکز بر فرهنگ و تجربه شخصی مشتریاش هستش. به عبارت دیگه، به نظریات مشتریاش خیلی اهمیت میداده و حرف و احساسات مشتریاش رو خوب گوش میکرده و سعی میکرده که به انتقادات و پیشنهادات مشتریاش خیلی توجه کنه و به همین دلیل تونسته درآمدش رو به میلیاردها دلار در سال برسونه. توی پرانتز میخوام در مورد داستان زندگی تونی شی هم یه مطلب کوچولو بگم. این شخص یک فرد آمریکایی تایوانی بوده که در سال 1973 یعنی در دسامبر 1973 یا همون آذر ماه 1352 ما به دنیا اومده و در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده. در سال 1995 فارغ التحصیل میشه و در سال 1996 یک شرکت با علی پرتوی و سانجای مادان به نام لینک اکسچنج تأسیس میکنه که در اون وبسایت ها میتونستن تبادل بنر کنن جهت تبلیغاتشون. البته نگفته نبوده که رشته این فرد تو دانشگاه هاروارد هم کامپیوتر بوده.
بعد از گذشت فقط 3 ماه از تأسیس این شرکت 20,000 وبسایت در اون ثبت نام میکنه و فقط بعد از گذشت کمتر از 2 سال شرکت مایکروسافت این شرکت رو با مبلغ 265 میلیون دلار میخره. تونی شی در سال 1999 سرمایه گذاریش رو تو شرکت زاپوس انجام میده و بعدها هم در این شرکت به عنوان مدیر عامل مشغول به کار میشه. ایشون در 18 نوامبر سال 2020 یعنی 28 آبان 1399 خودمون وقتی برای تعطیلات شکرگزاری به منزل یکی از دوستانش در شهر نیو لندن میره، توی یک سوله یا انبار کوچیک گیر میکنه. وقتی که این اونجا یک آتش سوزی اتفاق افتاده بود. حالا بعضیا میگن که این آتش سوزی عمدی بوده، یعنی در واقع احتمال خودکشی میدن. بعضیا میگن که نه، واقعا آتش سوزی اتفاق افتاده بوده و هنوزم البته مشخص نیست که علتش چیه. و بعد از 9 روز در بیمارستان در سن فقط 46 سالگی جون خودش رو از دست میده. ایشون یک کتاب خیلی معروفی دارن که 2 بار در صدر فروش نیویورک تایمز قرار گرفته که به نام Delivering Happiness. متن این کتاب در مورد انتقال شادی چه در زندگی شخصی و چه در کسب و کار هستش و رمز موفقیت رو در واقع همین دلیور کردن هپینس میدونه. اما یه تناقض بزرگ وجود داره. برای تونی شی در ماه آخر زندگیش مصرف مواد و الکل به مقدار زیاد و خطرناک گزارش شده که به همین دلیل هم مرگش رو در واقع احتمال خودکشی میدونن. شاید به زودی توی یکی از ویدیوها متن این کتاب رو به صورت خلاصه مطرح کنم تا ببینیم واقعا این فرد زندگی واقعیش همون چیزی که توی کتابش نوشته. ممنون که به این ویدیو نگاه کردین یا به این مطالب گوش کردین. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. شما هم اگه تجربه‌ای تو این زمینه دارین با من در میون بذارین و به من دانسته هاتون رو یاد بدین. منتظرتون هستم.